دو روزه دارم استوری میزنم راجع به این کاوپس. امروز تمام شد. تمام نکات ریز تو استوریا گفتم. اول جا داره بگم خدا رحمت کنه استاد محمود آقازاده استاد ما بود. ما این کاوپس از اون یاد گرفتیم. ارتفاع 80 سانت، دهنه کار 1 متر، یک پایه دیگه 80 سانتی اینجا ایجاد میکنیم. ما اینو 15 گرفتیم، شما 20 سم متری بگیرید. بیرون آمدگی کار 48 سانت. یه 15 من اینجا ایجاد کردم. ارتفاع از اینجا تا اینجا 40 سانت. یه 15 دیگه هم اینجا ایجاد کردم. دهنه منقل من گرفتن 36. این یک کاوپز استاندارده. شما اگه خواستید 40 50 بگیرید مجازید، فقط یادت باشه این پایه رو بعد بزرگتر بگیرید. ارتفاع کف آتیشتان تا این روره من گرفتم 7 سانت و نیم. شما مجازی تا 9 سانت بگیرید، نهایت 10 سانت. بهت قول میدم اگر از 9 سانت 10 سانت بیشتر بگیری آتیش عملا این تو خفه میشه. دودکشره که اجرا کردی 100% بالا دودکشره در پوش بذار. من خروجی ها دودکشرم از این برگرفتم. حالا انشالله که کمکتون کرده باشه بتونید یه کار تمیز تحویل سابکار بدید. فقط دوستان مفت کار نکنید.